در اینجا بودن ایمارال برایش بهتر است. اگر یگون چی شود با من خبر خدا است راضی باشد پسرم. دخترم رو برگرداندی، ندیرم رو پیدا کردی. خدا است راضی باشد. هیچ گپ نیست. این وظیفه من است. با این گپ‌هایتان مرا در خجالت نگذارید. در حقم دعا کنید بسنده است. دعا میکنم. کنی برادر اینجا بیا. دخترکم. شیرین جان، مادر و بیبیت رو احتیاط کن. آنها به تو امانتند. البته آقای دکتر، آنها را تنها نمیگذارم. آقای دکتر، چی واقع قزبان؟ یلمز محافظان رو جمع کرده به پولت نیست. چی گفتی؟ قزبان آخر فایده هم رسید. ده هم محافظ بیا پسرم چی؟ ایستن، من هم میایم. یلمز های یلمز صبر کن. یلمز تو چی کار میکنی؟ کاری را که باید تو میکردی طاهر. برای نجات دادن دیلا میروم، فهمیدی؟ یلمز این کاری تر نمیشود. سینا با قوت با آماده شده است. تو باشی با چند نفر محافظانت کاری کردن نمیتوانی. یلمز با سرت یگان بلا میاری. یلمز پسرم و گپ تو گوش کنید. او راست میگوید. شما با آنها مقابلت کرده نمیتوانید. ما نقشه همان را کشیدیم. خواهش میکنم با ما مانع نشوید. یلمز رفتیم راه گردیم برویم. روید شما دیگر بر نمیگردید. چرا اینقدر زود باورند اینا؟ رفتن ها؟ البته رفتن. باز چیکار میکردن؟ مگر به گپی دکتر گوش کرده نیستند؟ خیر آمد رفتن گیرند. هیچ گپ نی. تا وقتی که من ولی محافظان هستند این هدر امان است. های دختر تو چی ها میگویی؟ چی خیل محافظ؟ من به تو گفته بودم که به این کارها دخالت نکن. پدر چرا داد میزنید؟ خواستم از تجربه در کوه از خود کردن بهره‌مند شوند. حاضر من این تجربه رو نشون میدم. پیش از آن که چشمت را کور کنم از یا گم شو. رو تو در اینجا با چی کار مشغولی؟ وقتی که او رو دزدیدن تو در کجا بودی؟ آخر گفتم که محافظان ناخواسته هجوم کردن با تن کماندان. تو دیوانه شده ای؟ مگر آنها برای بردن این دو هجوم کرده بودند؟ نه، هدفشان همشیر دیلا بود. برای نجات او هجوم کردند اما بردن نتوانستند. نمیدانم چطور لیکن یلدوز را بردند. یعنی برای نجات همشیر هجوم کردند همینطور؟ بله با تن کماندان. همشیره برای دکتر و مردم آبی کلان خیلی مهم است. کنی زود باشید. 2 ساعت گذشت حالا هم شما را آماده نکرده اید. کنی زودتر. پیشوای من را انتظار کردن خوب نیست. حاضر تیار می شود. لباسش را هم پوشانید. کمی به دختر مانند شود. بس اکنون گریه را بس کن. راه گرد. نه در آنجا دیلو خیلی که تخمین کرده بودیم در همین جایم. چیکار میکنیم یلمز؟ و با ششگاه میدرایم. خودت تنها؟ شما در بیرون مرا حمایت کنید. من دیلا را گرفته میبرایم. اگر یگان نفر از این پلیدان از پسمان آید حتما تیر خالی کنید. شما به این طرف روید. شما باشید به این طرف. آخرین خیلی خطرناک است. او خواهر من است. باید این خطر را خودم تنها پسی سر کنم. پروا نکن همش خوب می شود. زود باشید. زودتر لباسش را پوشانید. خیر.
خدایا با من کمک کن. آماده است. کنی بیا، فرصتی عالی رسید. وای مرا خوب نمیشناسد، خودش را کی فکر میکند. کنی یک طرف میبینم که آماده شده ای همشیره. این زیباگی را بینه، به خدا تو زود به بالا رفتی. این زیباگی به پیشوایمان سزاوار است. زیباگی دختر رو یک طرف گذار سینان. ما دل کرده ایستاده ایم. راه گرد. یک روز پیشوامان میشوم و همه‌تان به من خدمت میکنید. کنی از پسی کارت شو ابله رو. راه گرد. به من گوش کن. عقلت را به جایش گذار. زنی آدمی بزرگ میشوی. عالی همان میشوی. آرامانه در همینجا شین. من رفته پیشوایمان را خبردار میکنم. حاضر میآیند. طاهر، یلماز، التماس بیایید، مرا رها کنید. سلیما به خود بیا. چه شد؟ من در کجایم؟ آرام شو سلیما، تو در نقطه طبی. من در اینجا چیکار میکنم؟ ایستو از جویت نجوم، تو زخمی شده ای. من تو را جراحی کردم. سلیما، به نظر نفری آمده است، درآید. بیایید. پدر؟ دخترکم تو برگشتی. برنگشتم پدر، بلکه مرا اسیر گرفتند. اینطور نگو دخترم. خدا از آقای طاهر راضی باشد، جانی تو را رها کرد. اینطور نگو دخترم. اگر اون نمی بود شاید تو را دیگر نمی دیدم. بیا دخترم، یک روی نکن، تسلیم شو، به خانه امون برمیگردیم. شما چه ها میگوید پدر؟ از آنی که به دولت تسلیم میشوم مردنم بهتر است. دانسته باشید من مبارزم و همچون مبارز خواهم مرد. دخترم سلیما، آخر با من گوش کن. باز همان گپایتون. تسلیم شو، خودت رو نجات ده، به خانه برگرد. من از این گپا بیزار شدم. در آغانی کودکیت وقتی که مادرت مویهایت را شانه میکرد تو گریه کرده به نزد من میومدی تا مویهایت را من شانه کنم. مادرت باشد از این کارت خفه میشد. تو باز دویده مادرت را به آغوش میگرفتی. اکنون میبینم آن سلیما نیست، گویا دلت یخ کرده است. خیریت که مادرت این روزها را ندید. میدانید برای چی این روزها را ندید؟ چون که دولتی گفته اتانوی را از دختر محروم کرده بود. من ختم خوردم، جزایشون رو میدیم و از راه هم بر نمیگردم. گپ‌های بیهوده نزن دخترم. من و مادرت خواستیم دخترمون رفته خونده فرزند سزاوار ملت و وطنش گردد، اما تو رفته به دست سلاح گرفتی. خیر دیگر چی گویم، خدا عقل دهد. بس کنید، روید از اینجا. دیگر شما رو ندیدم، میخواهم نشونیدم. مرا فراموش کنید. خودت میدونی دخترم، اما با تو یک خبر دارم. اکات رو با اینجا با کار تعیین کردند و او از این کارت راضی نیست. او دیگر اکای من نیست، او تنها یک سربازی دولت است.
با او گویید که من مردم. شما باشید. اگر یک بار دیگر از پیشم برآید شما را پدر هم نمیگویم. به شما نمیگویم که گریه نکنید رئیس، دردی فرزند را خوب میدانم. بعضی فرزندها شهید میشوند، بعضیشان باشد از نافهمی قربانی تشکیلات. اما ما نباید آرام نشینیم، باید یکجا شده بر ضد این ظالم ها مبارزه بریم. راست میگوید خانم زینا، راست میگوید. یلماز چیکار کرده باشده؟ خدا نکرده به سرشان یگان بلای بیاید. تو را میگویم اینها را به درون بر. کنی زودتر. خوب شد از قماندان. زودتر گفتم. اونا این منم. یلماز میدونستم که میروی. باید زودتر از اینجا برایم. رفتیم. بیا دیلا. رفتیم. یلماز با این حال بر اومدن نمیتوان. اگر با ایتن یا سینان رو برو نشویم خیلی آسان میبرایم دیلا. رفتیم. ایستا از جایت نجوم. سلاحت را پرتا. آیستا پرتا. وای خوش آمدی. این تویی. تو را پزمان شدیم. کنی راگارد. او رو سرده. التماس او رو سرده. استا راگارد. اگر آرامانه به حجرت برگردی او را رها میکنم. یلماز راگارد. یلماز پیش درا گفتم. یعنی با من بیا. ابله محافظ در این جایها چی میکابی؟ یا اینکه مرا یاد کردی؟ شنیدم که آن دختری ابله کماندان شده است. از جایت نجوم. حیوان یعنی به اینجا بیا. راگارد. التماس او رو رها کنه. هرچی که خواهد میکنم. التماس فقط آرام شو. فهمیدی؟ دخترکی خوب شده. چیکاری که فرماین اجرا کن. پیشوایمان شب می آیم. تا آمدنی های من با تو میمانم.
اینطور آسان نمیموری یلمز. تو حتی تصور کرده نمیتوانی تو را با چه عذابها میکشم. مردن را آرزو میکنی. سینو بیا گذار. اینها را در نزد قرارگاه یافته. گذار حیوان خائن. معلوم شود که تنها ناآمده ای محافظ ابله. رفیقانی محافظت را هم آورده ای. نپران آنها را زینان، نپران میگویم. تو اگر مرد باشی مرا پران زینان. البته نوبتی تو هم میرسد یلمز. مینه سرت را میبرارم. فهمیدی؟ میبرارم. مینات را میبرارم. به ناموس ها. به ناموس. رفتیم ازان. حالا هم برنگشتند پسرم. باید پیش راهشان را میگرفتم. آخر پیش راهی آب روان را کسی گرفته نمیتواند. فوت آمده است آقای تایر. آلدو چی شد؟ فوت چیلوخیا، یلمز کجاست؟ برای رها کردن دیلو به قرارگاه در اومد، اما به دست افتاد. ما هم با یک عذاب رها یافتیم. 3 ماه زمان رو دستگیر کردن. ما رو هم قریب بود دستگیر کنن. پسرم چی کار میکنی؟ اکنون چی میشود؟ خدایا با آنها خودت کمک کن. نتوانستم دیلا. تو را رها کرده نتوانستم. تایر راست گفتم بود. باید نمی آمدم. خدایا کی بداند با دیلا چی شده باشد. پیشوایمان می آیند. با اجازه شما جناب. اینجا خیلی خطرناک است. پیشوایمان را حمایت کنید. زودتر. سردارم ببخشید. اینجا خیلی خطرناک است. باید شما را زود از اینجا بریم. مالش زود می رویم. خواطر نشد. چرا اینطور نمیگذارم؟ با خودم میبرم دخترک زیبا. دقت! آماده شوید. این دختر را نیز با خود میگیریم. خوب شده سردارم. او را هم میگیریم. با ما میرود. همشیری گفته همین؟ بله باتن قماندان، همشیره اوست. او چی کار میکند؟ حاضر میفهمی.
همین که یلدوز رو از اونها گرفتی همشیره رو با من فرست. خوب شد است که شما خواطر نشوید. خیر برای کار. شما یلدوز رو با او عوض کردن میخواهید؟ نقشه هم همین است. اما برادرم دختر رو میخواهد. او رو در قرارگاه نگاه دارید. همین که کارم با خیر رسید او رو میفرستید. ایتن نسبت دختر شو. کنی راگرد گفتم. خستم نشو همشیره. باطن یلماز رو میکشه. تو باشی به نزدیک پیشوایمون میروی. این کار نباید ناتمام ماند. با برادرم چی کار کردید؟ با یلماز چی کار کردید؟ خاطر نشو. به جنت میرود که همیشه در آرزویش گذار. خدا یلماز رو میکشد. کنی خیس با من میروی. مرا به کجا میبری؟ مرده ها سوال نمیدیم. کنی پیش درا. کنی پیش درا. گوش کن سینا، با تو یک وظیفه مهم میدیم، اما پنهانی. به سرحد میروی سینان. امرتان را با جان و دل اجرا میکنم با تن قماندان. باید از آنجا موادهای ترکنده را گیری. این باشد پول آن مواد هاست. چه خوبه. در اینجا چقدر پول است. پول خیلی زیاد بوده است. با فکرم بار خیلی زیاد است. خیلی زیاد است. بله سینان، دو نمود موادهای ترکنده رو میگیریم. بمب‌های پرقوت میآیند. آنها رو به شهرها تقسیم میکنیم. با فرمان مرکز همشان در یک وقت ترکانده میشوند. وای، مگر عملیات خیلی کلان است؟ ها، خیلی کلان است. مال یکم رو تو میگیری، پول مال در جوزدان است. مال دویم که خیلی مهم است، آن رو من خودم رفتم میگیرم. خوب شده است باطن قماندان، خوب شده است. هوشیار شو سینان، این عملیات خطاگیران نمیپذیرد. اگر یگان خطایی کنی، این کار با من امانت است. شما خواطر نشوید. رفته یلدوز را یافته بیارید. این بمب ها رو در شهر میترکاند. آدمان زیادی را نابود میکنند. اگر کشتنی باشی پران آخیر. اکنون رو تو آزادی. چه؟ تو چه ها میگویی؟ گریز میگویم، نمیفهمی. گریز آخیر. تو برای چی این کار را میکنی؟ اگر سوال دادن گیری باز دستگیر میشوی. گریز زودتر. همین ترایتین قرارگاه همون را از دست دادیم و اینجا پناه بردیم. اینها باشند ما را بازیچه دستشون کردن. خوب شد از باطن قماندان.
نخو باز مرا به عملیات میفرستد، خودش با من نمیرود. سینان من فرمانم را دادم، اکنون عمل کن. اطاعت قماندان. نیستید زود براه برایید. من زود رفته کار را حل میکنم، شما خواطر نشوید با تن قماندان. بچه ها را آماده کن ایتین. همه آماده اند سینان. ای سلاحشان را از نظر گذران، تیردانهایشان را بین ایتین. ایتین تو با گپی من گوش کن، آخیر با گپی من گوش کن. این را بینید گپ را نمیفهمد. با من گوش نمیکند، با من گوش نمیکند. خدایا با من کمک کن که یلماز را گرفته از اینجا روم. برای پیش راه این ظالمان را گرفتم، با من کمک کن. پلهای مرا بینه. اینجا را کسی نمیداند من چقدر پول دارم و عقل هستم. الله به شما خبری دارم. گوش کنید، از سرحد موادهای زیادی ترکنده میگذرانند. تیردانهایتان را از نظر گذرانید. تو هم یراقهایتان را تازه کنید. خوب شده است. آماده باشید. آی دختر تو در اینجا نوبت داری. بیایید میرویم. این را تو دار. خوب شده است. سینان راه گردید میرویم. سینان یلماز گریخته است. تو چی گفتی ایتین؟ چطور گریخته است؟ من از کجا دانم؟ گریخته است نیست. آوازت را بلند نکن، کسی نفهمد. هیچ نباشد دیلا در دستمان است. او را دستگیر میکنیم. سینان من هم روم. لازم نیست ایتین، تو در همینجا ماند. در نبودن من تو قماندان میشوی. خوابش برد پسرم. بله مادر. کسانی که معلومات عالی دارند آنها را چطور به این راه میبرند؟ روز بخیر. باز چی شد قزبان؟ یلماز اومده است، در قهوه خانه دیه نشسته است. گفتم همین رو با شما خبر دهم. مادر شما نزدی سلیمه ایستید و از نزدش دور نروید. میلش آقای عبدو انا بین من برای تو شیر نمیشتم. چخیل شیر از پیش راه محترم بیست قزبان. یک دقیقه انا گوش کن. گل ها میای شکوفند، پرنده ها پرواز میکنند. تو چی سبسته میخوری؟ چی خیل گل؟ چی خیل پرنده؟ از پیشم خوشم؟ این چپون شیر رو نمیفهمد. آقای عبدو یلماز در همین جاست پسرم. یلماز خدا را شکر که رها یافتی. تو راست گفته بودی طاهر، باید تو را گوش میکردیم. سببگاری مرگ 3 نفر شدم. تقدیرشون همین بوده است. اکنون باید فکر کرده عمل کنیم.
شما رو در نظم پاسبان ماندند. دخترم برای چی این طور میکنی؟ آخر ما با فایده تو گپ میزنیم. طاهر در کجاست؟ به قهوه خانه رفت. با طاهر گوید که اگر مرا به سینان دهد دیلا رو گرفته میتواند. تو با این احوال به کجا میروی؟ کمی خواب کن دخترم، استراحت کن. بوتان خیز میرویم یلدوز. راه گشته نمیتوانم بوتان. من تو رو برداشته میبرم. زخمم وزنین است. اگر با این حال به قرارگاه برگردم میمیرم. تو رو در همونجا تبابت میکنند. رفتیم. بوتان یولمز ایستا نگوریز. صدای تیر برام از طرف نقطه تپی است. کنی رفتیم زودتر. مادر جون خوبه؟ آنو با کار را دستگیر کن پسرم. چی بخیرم؟ بخیر است اکایی یولمز. با نقطه تیبی سلاحداری در آمده است. همین که من اومدم با این طرف گریخت. خداش بلندی خراب است. او را باید جانبیم. کسی نامده؟ پس بگن اون طرف میرویم. نمیدونم. دیگر ایلوج نیست. تقسیم شده همه جا رو میکابیم. انا دکتر هم اومد. او رو گم کرده ده؟ بیشترم چی شده است؟ میخواست سلیمه را گریزاند آقای حامد. وای دور رفتن نمیتواند. کنی پراکنده شود او را باید یابیم. زودتر رفتیم. نزدیک نشوید وگرنه او را میکشم. سرده او را نامه. تو به هیچ کم گرفته نمیدونم. سلاح را پرتو. به من مانع نشوید. بعدش ما با تو نزدیک نمیشویم. سرده او را. تمام. سرده او را میگویم. او را میکشم گفتم. به من مانع نشوید. آروم شو. التماس او را رها کن. رها کن بگویم با تو. سرده. رفتیم. زودتر. رفتیم. کنی زود باشید زودتر. قاچاقچیان بار رو به اینجا میارن سینا. چرا ایستاده اید؟ کنی راه گردید. رفتیم. کنی زودتر. رفتیم. زودتر. با من گوش کن فیروز.
من به قضای حاجت میروم، شما رفتن گیرید. من حاضر میآیم. حاضر وقت قضای حاجت نیست سینو. آخر دیگر طاقت کردن نمیتوانم. انا پولها در دستت هستند، تو رفتن گیر. من حاضر میآیم. مایلش رو زودتر خدا. سلاحایتون رو بسته تسلیم شده. پرونه خطر شد نجوبار ایسته پرتایه سلاحایتان رو پرتایه نجوب به دست پرانه پولها هم از دست رفتن. من خودم تنها چیکار کرده میتوانستم؟ نزدیک نشوید. ایستا دختر، نزدیک نشوید. ایستا او را رها کن. پدر نگاه کنید. اگر به یلدوز یکان چیز شود همشیره را میکشم. نفرانید مادرم در آنجاست. نفرانید مادر جان ایسته نفران مادر جان آرام شد. هی خدا شکم. مادر جان آرام شد. او گوره خوب هستید؟ خونه ایزران خوبم فهد، خوبم. خدا نگه داشت زلال. تشکر حامد. اینجا بیا همشیره. آیسته بیا. انگشتان را سرما زده است. آنها را ببوس. میمورم. اپای دیوا گلته گبزنی را بس کنید. تو هم کمک کن گلتین. انگشتهایش را میبرید. فهما؟ نه نمیتوانم. من همشیرم، جراح نیستم. باشی را انتظارت برد آخیر. میبری نباشد مینه ای سرد را تید میکنم. کنی زودتر اجرا کن. مامان بیا. سرده مرا. از من چی میخواهی؟ سرده راهگرد. سرده گفتم. دختر را به کجا میبرید با تن کماندون؟ یلدوز را گولیدانده نتوانستم. این را با دکتر داده یلدوز را میگیرم. دیگر چاره نیست. آخر نقشه سینان دیگر است. او همشیره را برای به دست آوردن دکتر نگاه میدارد. تو به کاری من دخالت نکن. سینان در نزد من یک مگس است، فهمیدی؟ ایتم یاری دیگه. سینان چی شد سینان؟ به دوم افتادیم با تن کماندان. زخم دار شدی سینان؟ نه زخمی نشدم. این خونه برادرانمان است. موادهای ترکنده کجایم؟ آدمانمان را کشتند. موادهای ترکنده هم از دست رفت. الله من را سوزاندی. خوب شد که با ما نرفتید، وگرنه شما را هم میکشتند. این چطور روی داد؟ سربازان از کجا خبردار شدند؟ چی شد؟ یلدوز را آوردید؟ نه نتوانستم. شما پروا نکنید با تن قماندان. یلدوز را میاریم.
دختر رو هم میکشیم. این کلی کرد. همشهره را باشد و پیشوایمون پیشکش میکنیم. چرا اینقدر خودتون را عذاب میدهید؟ مرا بس اینان داده همشهره را گیرت کردم. سلیما این طب نمیشود. من باید تو را به دولت سپارم. در این خصوص دیگر گپ زدن هم نمیخواهم. یعنی مرا به دولت سپردنی ها؟ به من اون دختر را گرفته نمیتوانید. سلیما خودت را عذاب نده. من از فکرم نمیگردم بلکه از روی قانون عمل میکنم. چیزی که خواهی گفتن گیر. من از تشکیلاتم و با اونجا برمیگردم. همه تان آماده اید؟ یگان خطاگیه نشود. آماده کماندان. قسمی اولین مواد رو از دست دادیم. اکنون همه امیدمان به قسم دوم است. موادهای ترکنده رو گرفتن لازم. بعد از این عملیات ها در شهر آغاز می شوند. پول نیست موادهای ترکنده را چطور میگیریم؟ درباره پول فکر نکن. پول را به پورگی میگیری. همش را حل میکنند. آنها کیستند؟ ما با که ها کار کرده ایستاده؟ آنها دمان خارجی هستند. هرچی طلب کنیم رد نمی کنند. مالهای خواسته ما رو میارند. پول را دریغ نمی دارند. اگر خواهیم چرخبال هم می دهند. مسئله پول را حل میکنیم. اینطور باشد مشکلی حل است. و کجا می رویم؟ مالا را از کجا می گیریم؟ از دستی ماران. آنها موادهای ترکنده را به آنجا می آرند. مسئله یلدوز چی می شود سینان؟ اول آن مالها را به مرکز رسانیم. عملیات سر شود آنگاه یلدوز را گرفتن آسان است. چی خیلی آسان است؟ قریب بود مرا می کشتند. باید نقشه خوبی کشیده هجوم کنیم وگرنه مشکل می شود. خوب شده از باطن قماندان گفته شما شود. بین همه نقشه دارن. خدایا ایتن یاری دهید مرا میکشد. برای چی داد میزنی؟ ایتن چیکار کردی ایتن؟ هیچ کاری نکردم. بیهوده داد زده ایستاده. نترس همشیره. تنها از مویت کمی میگیرم. تو هم خیلی نازک شده ای سینام. حاضر میشکنی. تو بازرش کردی ها؟ تو را میکشم. ایتن تو مرا فهمیدی گلتن؟ فهمیدم قماندان. به من گوش کن. اگر جای قرارگاه همان را از دهانت براری هم تو و هم اولادت را نیست میکنم. با کسی نمیگویم سینون قماندان. خب اکنون زودتر بدی هرم. ایتن با من بیا. مرا به نزد آقای دکتر میفرستن. شما یگان گفتنی دارید؟ قلم داری؟ بله. چی شد الله؟ مرحمت آقای دکتر. جای قرارگاهشون را به سربازان خبر ده. دیگری لاش نداریم. آنها میتوانند ما را گوش کنند طاهر. این برای دیلا خیلی خطرناک است. یلمز راست میگوید. پس چیکار کنیم؟
بیا طاهر این دختر را با دیلا عوض کنیم. گوش کنید، آخر تشکیلات به ما چنین تکلیف نکرده است. اگر کندم او یک اسیر است، باید ما او را به سربازان سپاریم. فراموش نکنید که اکنون ما محافظیم. خوب شده است پسرم، اما دیلا را چطور نجات میدهیم؟ این دختر خودش راضی است. اگر او را دهیم دیلا را گرفته میتوانیم. به سرم یک فکر آمد. شاید سلیما را با آنها نداده دیلا را آورده توانیم، اما باوری ندارم. خودت میدانی پسرم. چرا نگاه کرده ایستاده قیزبام خانم؟ چی من رو بار اول میبینی؟ این سلاح سر لباس به تو زیبیده است آلگو. تو چی ها میگوی قیزبام خانم؟ چشم نرسد گوی، توبه گوی، توبه گوی، باز چشم نرسد گوی، استغفرالله گوی. آلدو این کیست؟ سیلودور است، بعد همه اومد. از سینون با آقای توی خبری آوردم. یعنی از سینون خبر آوردی ها؟ را گرد. آقای دکتر، یک سلاحدار از سینون خبری آورده است. گفتی؟ خولا وای دخترم که بیچاره. خاله جان از حال مادرم خبر دارید؟ آن کش چی کار دارند؟ خوب است دخترم، خوب است، خواطر نشم. ایستید مادر جان، ایستید. ما باید با او گپ زنیم. کنیشین دخترم، گذر. کنی گوی دخترم، آن سینونی مکار تو را برای چی فرستاد؟ انا این را بوده ده گفت. کوبا مانده. ای بیناموس، این مویسری دیلا است. کوگوی با خواهری من چیکار کردن؟ گپ زن نگویم. چیز او خوب است. کو زودتر گپ زن، با او چیکار کردن نگویم. تو گپ زن. ایستو یولماز، ایستو. سینان مویسر را فرستاده میخواهد گوید که او از ما با قوت‌تر است. ابله نابکار. انا این رو باشد برای شما فرستاد آقای دکتر. اون بیناموس چی نوشته است؟ بعدی غروبی آفتاب دیلا را با وادی نهر می آورده است. میخواهد که من هم سلیما را با آنجا برم و باز میخواهد که من تنها روم. اگر این بیگو در آنجا نشوم دیلا را میکشد. پسرم اگر تو تنها روی او تو را میکشد میفهمی. مقصدشان طاهر را کشتن است. سگ نابکار. چی کار میکنیم طاهر؟ یکم چیز گوی آخر. خدایا دلم میکفد. اپای دیلا این را برای شما نوشتند آقای دکتر. در شهرهای کلان در یک وقت بمبا میتکندند. سینان با بوتن گفتن قماندان موادهای تکنده را گرفته و مرکز تقسیم میکنند. حاضر باشد برای گرفتن بمباها و زمین آهوچه رفتند. آنها را باز دارید. پیش راه این قتل آن را گیرید وگرنه آدمان زیاد هلاک میگردند.
کار نمیکند. نه من به شما گفتم که تلفن کار نمیکند، به من باور نکردید. با خدا همه جا رو برپوشانده است. شاید سبب کار نکردن تلفن برق باشد. در این هوای خنک چطور کار کنند؟ چی شد طاهر؟ با سربازان گپ زدی؟ متاسفانه با سربازان خبر دادن نتوانستیم. تلفن کار نمیکند. اکنون چیکار میکنی؟ پیش راه سینان را خودمان میگیریم. خوب لیکن وقتی که دلو در دست آنهاست این کارمان بی‌عقلی نیست مگر؟ نه، اگر روی هایمان را پوشانه ما را نمیشناسند. در وقتش من هم بدیها همین طور میدر آمدم. توبه کردم خدایا، توبه برای آدمان بیگانه ای که آنها را نمیشناسید خودتان را فدا میکنید. شما عقل ندارید. اگر لازم شود میمریم رئیس. تو چه میگوی رئیس؟ با شنیدن این خبر آرام ایستاده می شود. اگر یگان کاری نکنیم ما از سیله‌داران چی فرق داریم؟ هر گوسفند از پای خودش آویزان است گفته گردیم. به خدا اگر لازم شود من خودم میروم. به خدا زیلار راست میگوید. من روی از قرارگاه برآمده را خوب میدونم. در آنجا گذرگاهی هست. برای دام خیلی موفق. رفتیم. میرویم. بیایید میرویم. حاضر سلاح را گرفتم بیایم. مایلش طوری. سلیمه گریخته است. سلیمه گریخته است. چی گریخته است؟ چه؟ نمیدانم اما دور رفتن نمیتواند. این طور باشد رفته او را بکوبیم. یلماز ایستا، تو برای ما لازمی. دو نفر رو فرستید کفایه. زخم دار است. دور رفتن نمیتواند. ما باید هر چیز زودتر رفته مواد ترکنده را نیست کنیم. رفتیم وقت را از دست ندهیم. مایلش من حاضر دو نفر را میفرستم. زودتر دختر را یافته بیاریم. رفتیم زودتر. کمی راه گردید. زودتر. همان طور تخمین کردم به طرف گذرگاه میآیم. ایستید بوتان قماندون ایستید. چی شد سینان؟ این گذرگاه برای دام گذاشتن خیلی موافق است. و ما کی دام میگذارد سینان؟ آدمی از شیر سوخته جرغاد را پوف کرده می نوشد. به دو گروه تقسیم می شویم. شما با خرها در همین جا ایستید بوتان قماندون. من پیشتر می روم. اگر گذرگاه را گذاشتم به شما آدم می فرستم.
اگر به من هجوم کنند به کمکت میآیم سینا. تشکر قماندان. تو با من بیاید. ایتن uzun راه گردید. کنی زودتر از پس من. شده بیا باش. سلام علیکم. سرچند دولتو کجا تو؟ برادر خبر تیز اومده ایستادی. حرکت رو بیرون کردی. باشی تیاری با کنسل دارم کماندون بخشش. با کنسل؟ ای بخشش ها شازای دارم. خوبه چنجه سلامتی نازم. با شما حرمت میکنم و نکو تیز اومده ممکن نیست که بمونه. بخشش کماندی. مسافرات دم از رش نمن رو ماذا که صحبت میکنیم. کماندی. چیگه؟ بخشش کماندی. ها؟ یه روزویک فایده ما بجا. سلام علیکم. چه دستم مغز تیز دو هنرمند همین خدر تیز میبیتم یا بخشش تیاری بکنم کنسل داریم همین خیلی جو با کافی جو او با یکم بای نیست میاخی موانم روی فخر کردم خیلی من دوادنامه برای شما خلاص اکم یک تا کیلوی گپ میکنه یک قامت ای اکل ما دو کس ریم کدا گریه کدا خونه به شینب میکنه دستم ببره ما عائله مخلص شما ای سلامت باشتم رحمت انا گپ دیگه ما نغز بهتون یکی دشمنتون کیس های نکنیتون خب اوست نمیتون همه کار نغز میشه کاش به هر دوتون میام بس نغز نیست یک هنرمند دیگه من هنرمند کی باشه نکن السلام علیکم رفیق سردار ما برادر روی سفید نه من نمیرم نه گیر برادر کی همه گپ میزنن نه من گپ زیاد چه نمیشه کنسل نمیرم من کار یگان گپ نمیزن مرامت فرمایید مردا گوریا خب که کنسل کی دست ششمی نویابر وقت 14 کوخی جومی ما با شماییم زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید دوست می‌دارم وقتی پروژه میکنی میدونی آخرام باره خطا میگوی من اونه اگر یکی گناهگاره وقتی نقد میبینی میدونی نقصر بعد از من تو مناله مگر باره گناه کردم اما باره بگو آخر بسوی کی عزیزم چرا از من دوری میجویی؟ چرا عشقم را خار میکنی؟ عزیزم دوستت میدارم بگو که دوستم میداری حالی کلان جایی گشتی آچمه با ای خدا چی شد بر بختم пайрохаи такдир فیلم سال 2012
در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.